سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری میتونین داخل نرم افزار دیسکورد بکاپ کد تهیه کنین. پس با من همراه باشید. خب بریم سراغ آموزش. از این قسمت روی گزینه یوزر ستینگ کلیک میکنیم و وارد قسمت مای اکانت و یه ذره اسکرول میکنیم اینجا پایینتر و دکمه Enable Authenticator App رو انتخاب میکنیم. اینجا باید پسورد دیسکورد خودمون رو وارد بکنیم. من پسوردم رو میزنم و کانتینیو رو کلیک میکنم. توی این قسمت باید از طریق اپلیکیشن اتنتیکیتور این بارکد رو اسکن بکنم یا کد رو داخلش بزنم. من الان اسکن رو انجام میدم و کد رو داخل این قسمت وارد میکنم. خب کد من 106 874 و دکمه اکتیو رو کلیک میکنم. خب کارمون تموم شد. اینجا گزینه دانلود بکاپ کد رو کلیک میکنم و کدای خودم رو حالا یه جا سیوشون میکنم. اگه هم که شما از قبل بکاپ کد دارین خیلی راحت میتونین بیاین اینجا. حالا چون من وارد بودم این شکلیه، بیاین این قسمت و روی گزینه ویو بکاپ کد کلیک بکنین، پسوردتون رو بزنین و بعد از اینکه پسورد زدین یه ایمیل براتون ارسال میشه که یه کد داخلشون کد رو وارد میکنین و باز بکاپ کداتون رو بهتون نشون میده که خیلی راحت از اونها میتونین استفاده بکنین. خب امیدوارم که از این آموزش بتونین استفاده کنین. فعلا خدا نگهدار.